بله سلام علیکم، بفرمایید. جناب انصاری سلام. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ نصیری هستم جناب انصاری از تهران. آقای نصیری از تهران. جناب انصاری خسته نباشید عرض میکنم خدمتتون. سلامت باشید برادر عزیز و بزرگوار. از عقیبت هفته گذشته‌تونم ناراحتیم. البته اینو اگه یه خورده چی میگن اطلاع رسانی داشته که هستین یا نه، چون حقیقتش ما کل کارمون رو سه‌شنبه‌ها بر می‌کنیم که برنامه شما رو نگاه کنیم. امر خیری بود هفته گذشته، به خاطر این نتونستم خدمت برسم. من از شما و همه بینندگان عزیز معذرت میخوام. خیر باشه انشالله. شما آقای انصاری یه سوالی از خدمتتون داشتم. اینو البته من از آقای سجودی هم پرسیدم ولی جواب نگرفتم حقیقتش. بفرمایید. راجع به این که راجع به ادیان یهودی و مسیحیت که مثلا نماز نمیخونن، اعمال ما مسلمان‌ها رو ندارن، اینا تکلیفش چیه؟ اینا یعنی همش جهنمی ان یا بهشتی ان؟ چجوریه؟ با اینکه اعمال خوبی هم دارن، مثلا کارهای خیر، خیریه و اینا رو دارن، اینا تکلیفشون چیه؟ باشه، در این مورد صحبت. غیر از این؟ ممنونم، خسته نباشید عرض می‌کنم. خدا تشکر از شما برادر بزرگوار. الله متعال ستون کنه. خدا. الله سبحانه و تعالی در آیه 91 سوره آل عمران این جواب سوال شما رو میده. ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدن. کسی که غیر از اسلام دینی رو بپذیره، این انسان مسلمان نیست. اسلام یک رشته‌ای هست، سلسله‌ای هست که از آدم علیه السلام شروع میشه و به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ختم میشه. دین همه پیامبران اسلام بوده. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الله سبحانه و تعالی اسلام است. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خاتم انبیاست. کسی که دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، قرآن کریم رو به عنوان آخرین کتاب آسمانی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان آخرین پیامبر قبول نداشته باشه، کافره. در این آیه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ احمد جان اگر نشون بدید. ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدن، و ماتوا، و از دنیا رفتن، و هم کفار، اونها کافر بودن، فلن يقبل من احدهم ملء ارض ذهبا، به اندازه کره زمین اگر طلا هم فدیه دهد پذیرفته نمی شود. که بخواد ولو افتدی به، یعنی فدیه بدهد، از او پذیرفته نمی شود. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، اینها برایشان عذاب دردناک است و یاورانی نخواهند داشت. این یک حقیقت است. حالا بعضیا بیان بگن نه والله این با این زمان جور در نمیاد، چطور امکان داره که یک مسلمان بره به بهشت و کسی مثل گراهام بل مثلا بره جهنم، ادیسون بره جهنم؟ بله میره جهنم. الله سبحانه و تعالی میگه اگر به اندازه کره زمینم اگر که صدقه بده، فدیه بده، در راه خدا بده، به دردش نمیخوره. چرا؟ چون که کافره، چون که به الله سبحانه و تعالی ایمان نداره. حتی اگر اینها بر همون آموزه های مسیحیت و یهودیتی که بود در تورات و انجیل باقی میموندن و کتاباشون رو تحریف نمی کردن، حالا شاید میگفتیم یک راه حلی براشون هست. این یک واقعیت و یک حقیقت و اینو باید قبول کرد برادر عزیز آقای نصیری.